هم سازیم مشوقی دل را نرم سازیم در سالی رو بیست سیاهی و هنرهای مردمی بیار چای را رز چای را برای این دوستان بیار چای را رز چای را برای مخلصان برای مخلصان فراحت باشه دوستان ما در خدمت شمایان صبح و لطیفه خانه مایان از دل و جان گیره چای را نوش چای را در چای خانه ای ظریفان گیره چای را نوش چای را در چای خانه ای ظریفان در چای خانه ای ظریفان شامده دوستان شامده چای خونه شما ما نوری دیده تاجی سر برام چای گرفتن گیره مرحمت چای اکی کرامت الله اوه بیای برنامه رو سر کنیم بیاید درسی برنامه توی یک قرضک به افتخارتون سلام دوستان، سلام مهمانان، سلام نفرانی که حضور دارند در چایخانه ظریفان. قدمات و نور دیده تاج سر. خوش آمدید. دوستان عزیز، ما امروز تصمیم گرفتیم که در چایخانه ظریفان برای شما بعضن قصه ها، بعضن لطیفه ها، بعضن سرود ها، بعضن نغمه ها رو در اجرای ظریفان پیشنهاد کرده باشیم. میخواهم که نمایش رو از بعضن اخبارات هایی که در دنیا اطراف چایخانه، اطراف چای‌های کبوت و سیاه و لیمونی که شما اینجا ابراز می‌دارید، خبرها یعنی خبرهای نه. بله. خب دوستان عزیز و ارجمند، طریق تورنامه‌های اینترنتی خبر داده شده است که چای از برگ قلفینه برای سلامتی انسان خیلی مفید بوده است. حتی درباره استعمال این نمود چای وزارت تندرستی پولشا پس از جنگ و بعد جنگ به اهالی کشورش توصیه نموده بود. پس از جنگ به خاطر برقرار نمودن سلامتی ملت در تمام نمود چای برگ خشک قلفینه اعلام می‌کردند و در مغازه ها به فروش می‌گذاشتند. چای از برگ قلفینه حالت گرمان‌ها را به تنظیم می‌درآورده است. حتی طبیبان توصیه می‌دادند که برگ خشک قلفینه را در چای یا که آب جوش آمدگی علاوه کنید و اگر استعمال کنیم و طعم خوش داشته است و حتی گرمان‌ها را در بدن ما خوش می‌کرده است. این خبرهایی است که مربوط به چایخانه ما و شما است. خبرهای نام. خب خبرها زیاد هستند و میخواهم که اینجا صحبت رو آغاز کرده باشیم از یک سرود شوخی که در اجرای هنرمندان ما از شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده قرار دارند و خیلی یک سرود معمول در فرهنگ ملت ما هست با نام عبدالله جان. پذیرایی میکنیم؟ بهترین مرحبا. عبدالله جان، ای عبدالله جان، ای جانی باباش، من برای شما قایماق آوردم. همین قایماقی خورده برای برادرانی که در اینجا حضور دارن یک رقص مردانه پیشکش کنید جانی باباش. همون سرود عبدالله جان به یک رقصی که خوشی کنید جانی باباش. مرحمت. عبدالله جان خاصه قایماق گردی کن
دیده او جه جمجه کلا جه برا کلا دیده او بهترین وقتی که من همین مادرها رو دیدم سرود خواندنشون رو اکو من راستی گپ تعریف نمیکنم او همین منم همین مادرش و بی و همش همین قفا اولادن همش آوازخانه آمدگی نه وای ما کده یک شما بگو اگه جا دست شما فقط همو چای خانه چی میاد تمام دیگه شما دیگه برادر همین من نمیآید بیا باز کن همین میگوین که حقیقت تلخ است همین من حق را گفته استم همین که پیراست گفته استم که قفام اولادن همه سرودخانه آمدگی یعنی اینکه من از دستی من هم آوازخانی میبراید میتونه شما برادر چرا نه خیلی من مثال میگیره من استاد شما شاگی ما شما یک امتحان میگیریم امتحان خیلی من کدام حرفی که من گفتم شما به هوای سرود میخونه چی گفته اکو یعنی کدام حرفی که باشه ده من به حرفی نه کنی از سرود برای من آسان است برادر این برای من آسان است میبینم ولی آسان کنی یا تگیره میکتی من آغاز میکنم به حرفی میگفته ده حرفی می مایازار مورچه را دانکش است ناز مایازار دانه را مورچه کش است مایازار مورچه را دانکش است مایازار دانه را مورچه کش است چی تمام بهتره برادر گفتم که میتوانم حرفی نکتی حرفی میکتی من نه حرفی نه نکتی گفته نکتی سوالهای آسان از جانب شما به من شده است حرفی نکتی ها حرفی نکتی نیازار مرچه را دانکش است نیازار دانه را مرچه کش است نیازار مرچه را که دانکش است نیازار دانه را مرچه کش است شید برادر شیدو ولی دوام دارد نه تمام یا شما عجیب نه هر شیخ کنی اب بقتی گیره حرفی بقتی اینش هم آسان برادر خیلی تگیره آخه چی این تماما آسان است برای من یگان مشکلی ندارد برادر حرفی بقتی آغاز کنم بیازار مرچه را که دانکش است بیازار که دانه را مرچه کش است بیازار مرچه را دانکش است بیازار شیده نه شما غیر همون دیگه مورچه اگم جاندار نمیدونه مورچه رو مورچه قیمام کده شما برادر نمیشه دیگه همه مورچه را کش کده مورچه را دیگه طوری نمیگیره آخه من همین وقت سرود رو آغاز کردم اوج دمیرم میگم که شما برای من خلال میرسونید نه شما فقط همون مورچه را گرفتید شما نمیشه نگذشت من گویا کدام نمیشه کنم من گفتم که من یک حرفی دیگه میگم اگر تونسته تمام حرفی ه قدی فقط به مورچه باشه برادر غم داده بخید مورچه قدی نمیشه که مورچه نباشد و جانور باشد جانور یعنی جانور یا ه قدی از سرود خونه شما فقط همین جان رو که بده مالش حرفی ه یافته سکونه انا مایازار مرچه را دانکش است مایازار دانه را مرچه کش است مایازار دانه را مرچه کش چی شدم درم سلام برو کدی درم و کنج دلم مرغی کسی خانه ندارد آخی برادر شما گفته که حرف حقیقتی من حقیقتی شما شما حقیقتی آغاز کردم یا تا ایجادیات خودم خونده میتونه خیلی ایجادیات خودم چرا نه برادر سرود 20 بار از من گفتم که من کنی دایره رگیره کنی دایره با من فرق ندارد با دایره باشد با دایره یا تا ایجادیات خودم باشه فقط فهمو ایجادیات خودم یعنی شینه همینجا شینم به حضور شینم همون
اكو بحر في مي اكتا خونم ها ای وای از جدیاتی خودم جدیاتی خودم ها یا تگیره کنی از جدیاتی خودم اینش هم فقط نقص باشه به مورچه باشه برادر کیما کدش ما ایوا توقی مورچه نمیشه از خانه برآمدی گز خانه در آمدی گز خانه برآمدی به تندور خانه در آمدی از تندور خانه برآمدی به دیگه خانه در آمدی از دیگه خانه برآمدی به حولی در آمدی از حولی برآمدی به عاقل در آمدی از عاقل برآمدی گز خانه در آمدی از گز خانه برآمدی به حمام در آمدی از خانه برآمدی به حمام در آمدی نه میدونی چی وقتی تو را جویم که باشد دل من خانه ندارد گز خانه در آمدی گز خانه در آمدی از آنجا برآمدی و چشمان نگاه کردی به حمام در آمدی بر حمام در آمدی انا نغز میدونی از چی حمام برآمدی و بر خانه در آمدی بر خانه در آمدی بر خانه در آمدی در آنجا دیدی که لباس های تو در خانه نیست از خانه برآمدی از خانه برآمدی از خانه برآمدی بر ماشین شیشتی و تو به دوشنبه روان شدی تو به شهر آمدی به شهر تو آمدی به چای خانه ظریفان به چای خانه ظریفان روان شدی از دری چای خانه را کشادی و به دری چای خانه در آمدی پای هایت را آهسته گذار که مورچه را نجیقی میازار مورچه را کیدا نکشد میازار مورچه را کیدا نکشد میازار دانه را که مورچه کشد میازار مورچه را کیدا نکشد من برادر تمام شما هم استاد خوش میخونن مرا شما گریت مادر جان برادر از ایجادیات خودم شما مورچه قد کیماب کرده مردم مورچه لگد کرد دوباره دیگه میخونده میته لگد کرد چای دارش ما استاد عبدالله جان چای هست ما یا چای برو ما شما دا من اثبات کردم کو نه اکی کرا وقتون گردنه وای باور کنه وای دامر ظریفان محترم بسیار سرود خوب بسیار سرود پرمعنی سرمعنی ولی میخوام این لحظه ادامه صحبت ما دیگر موضوع داشته باشد خب نزدیکتر بیایید خوش ظریف محترم وقتی که جوان به سن کمالات میرسد خب بعضا وقت حالت‌های میشود که خواهش‌های انسانی برای او پیدا میشود خب خواهش پیدا میشود که یک ماشین نو گرفته باشد یک کسب نو را آموخته باشد بعضا نفران دیگر خواهش آن میکنند که عائله دار شوند خب در چایخانه ما عبدالجلیل جان حضور دارند که از قصه زنگیری از قصه زنگیری با ما و شما وای میکنند یک صحبت شیرین مرحمت یک قسم به افتخار شما بعدی از مادر تولد شدن چشمانم رو پلیک 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 شده بینم 3-4 خلط پوش با چشم علم رو آن همین خیل نگاه داره بعد یک چند لحظه یک خلط پوش مرا آن همین خیل برداشت و با جای لحمم شب زده خیریت پسر بچه بوده است گفت ما حیران این پسر بچه چی باشد بعدی بسین 3-4 رسیدن فهمم در این دنیا پسر میشده است و دختر میشده است خیریت همون وقت پسر شده تولد شدم اگر دختر شده تولد میشدم جمع کنی قاسو طبق شویی حولی روی از همه بدش شوهر به برآمدن نمیگه تومی بعدی بسین 5 رسیدن پدر و مادرم مرا مصلحت کرده توی سنتی چه کنکه کردنی شدن همه اهل و اولاد خیش و تبار همسایه ها جمع آمده با من بازیچه ها ویلسپیچه آوردن ویلسپیچه رو گرفته زود دویده با بیرون برآمده با جوره هایم بازی کرده ایستاده بودم که پدرم آمده گفتن پسرم حاضر میریم خانه با بالای کرپچه با خواه میریم یک استا آمده کارش بود کرده میرد انا بعد من و تو بعد نیم ساعت از جای میخیزیم
خوب داده همین نیم ساعت باشه هیچ گپ نمیریم گفته رفتیم بالای کرپچه خواب کرده یک اوستا آمد یک 10 دقیقه تاب خورد و کارش بود کرد و بر اومد و رفت انا بعد من هم بعد نیم ساعت خیستم از جای بر اومده بازیم رو دوام داده ایستاده بودم که شب تاریک شد با خانه برگشته بینم پدرم حالا هم خوب ها دادا او بعد نیم ساعت خیستان در کار گفته بودید کو او حالا هم خوب رفتید کو پدرم بازر از جای برخیسته توی سنتی نکردم مرده رو من اوی اوستا اشیب که کردست کو بعدی بسینی 20 رسیدن بسینی 20 پدر و مادرم باز مرا جیغ زدن مادرم پسرم یگان دختری دوست داشته باشی بیار افتو نمودش نشانته معقول شد هوای کلین کره میتیم گفتن من که با مانند حضور یک جامن شرمگینک نظر نگیر که بودم چی گفتنم من ندونستم و ناگهان یک دوستی 3-4 بار خانه دار شدگم با خاطرم زد زود به نزد وی رفتم مصلحت پرسیدم دوستم گفت که سحر که میخیزی خودت زیبا میکنی همین می برای دختری گذشته به یک شعر میخونی سحر که خیستم لبم با یک بانک وزلین مولیده برایم یک فیلکان عطر پوشیده مویهایم رو با روغن زغیر ملایم کرده تاگه یک میز نشسته ایستاده بودم که ناگهان یک دختری قدش دراز آمدن گرفت و که شعر خوندم قدت بلنده یار ساعت چنده یار همخی بد نگاه کرد و همخی اومد و یک خدو جون تبی گرایی گفت و گذشت و رفت باز انتظار شده ایستاده بودم که یک دختری پست قامتش پست اومد ما که گپ پرتافتم ده دختره که نقص با فکرم حوضی برف میبارده هم خیلی نگاه کرد و شما خودتان خنک افتتان خنک سخنهایتان از خودتان هم خنک در این تاویستان قوره برف میبارد می از جانی نبرآمده امید هست کو انتظار شده ایستاده بودم که یک دختر زیبایی با سخن گفتن نمیشد ویا اومدن گرفت من هم گپ پرتافتم دختره که نقص با فکرم همین شما خاناتون و چند تا بوقه دارتون یک تبسم کرد معقول شدم تا حاضره 2 تا بوقه داشتیم خدا خواهد شما کتی 3 تا میشد گفت بعدی عروس یار کرده آوردن موافق رسم و عادت بابایی کلین گردی علاوه یک 3-4 دور توپ داده به خانه در آورده مانده خودم به بیرون برآمدم زنهای بسیاری داماد آمده کلین برداشته بالای کرپچه ماند گفتن من هم رفتم اکو رسم عادتی بابایی کو رفتم کلین نه میبردم تا سویت پقی کر مرد یه خدا داد گفتم خدا داد همیخی کلین برداشتم با ذوق ده بالای کرپچه همیخی پرفتم آواز یک کمپیر برآمد یه داماد نشده رو خونت ابینت بیاد داماد نشده رو گفته دشنام دادن گرفت من هم حیران شدم سویت در همین لحظه در گرفت بینم با جای کلین امی کلینه گرفته پرتفته بیایید که میشنویم اینجا مهمانان ما با خود چه قصه های روزگار آوردن بسیار ناز میشه کلین چون ما در چایخانه ظریفان حضور داریم و بانوان هم در قطار ما حضور دارد خب میخوام برای شما یک سوال در زندگی برای انسانیت مربوط دارد پیشنهاد کرده باشم موافق هستین؟ خب اگر رفت شما آشپز شوید خب همون خوراک میپزیدگیتون شور شود شما چیکار میکنید؟ اگر که شور شود کمتر آبش میکنید تا اون دیگه چیکار میکنید در اون حالت خب بانوها چیکار میکرده باشن؟ بانوها نکن وای ایده سال میوه مادرانه اگر این مادرانه میشید ما چیکار میکردیم بسیار نغز میپزن خب اگر که خوراک شور شده باشد پس ما مردا چیکار کنیم؟ چی توصیه میتید؟
میخوای خوراکی شور شده باشد با تقدیر تم میدید. درست. خب ولی با ما یک مکتوب از تماشابین نمایش تلویزیونی چایخانه ظریفان ارسال شده است و میخواهد که همین لحظه همین متدی که او برای خودش کشف کرده است، گمان میکنم که همین نفر یک چند مرتبه به همین ماجرا گرفتار شده است و پیشنهاد کرده است حل مسئله را نیست. وای با ما گفته است که اگر خوراک شور باشد به داخل آن یک دانه کارتوشکا را ریزه کرده اندازین، آن شوری غذا را رفع میکند. میتواند؟ میتواند. خب اگر که این گونه باشد چیزی گفتنی بودید با من؟ ما حیران شدم چی خیلی ببینم کارتوشکا شوری را میگیرن. نه بهترین. خب بهترین. میدونی چی برادر؟ یک کس اومده روسی گپ نمیشناسم کیه. مرحمت در چایخانه، در چایخانه برای همه کشوده. نیوای توجیک نیست که. ای تو خارجی به فکرم آمد. همه اومدن همه عیبشتی چون نه چای گفتم میگم قریب با فوق میزدم تلخم کافی دکوای دیدم. روسی گپ هوای گفتم درای نداره چیکار کنیم هوای یا بینیدم من همیشه بدن من کنیم مرحمت بیان مرحمت چون در چایخانه ما برای همه کشوده. مرحمت. سلام علیکم. خوش آمدید. مرحمت. خب دوستان عزیز، هیچ جای شبهه نیست این نفر یک مهمون خارجی است، نام دارند نسکی. خب ما دعوت کردیم تا اینکه با چایخانه ظریفان با هنر چایخانه ظریفان یک انگیزه نو شود، یک پدیده نو شود که این لحظه در چایخانه ظریفان خب هنر خودشون رو با ما و شما انعکاس کنند. بهترین. خب شما گسل کنید. مرحمت. The blood run through my veins. You got me burning up when I feel your fire, euphoria, kinda like a midnight fever. I'm in love without you. Run. Got me burning up when I feel your fire, euphoria, kinda like a midnight fever. I'm in love without you. Run. Bum bum bum. Les ennuis. Aucune raison me fera changer d'avis. J'en ai oublié le sommeil. Ici ou ailleurs, validé, je te le dis d'ailleurs. C'est sûr, tu feras mon bonheur. Je deviens fou quand tu whine. Je déraille, validé, je te le dis d'ailleurs. C'est sûr, tu feras mon bonheur. Je deviens fou quand tu whine. Bum bum bum. Je suis tentée, attirée comme un aimant, émancipe tes sentiments. M'en veux pas, je suis bornée, le temps peut nous dépasser. Qu'en sera-t-il du lendemain? Ici ou ailleurs, validé, je te le dis d'ailleurs. C'est sûr, tu feras mon bonheur. Je deviens fou quand tu whine. Je déraille, validé, je te le dis d'ailleurs. C'est sûr, tu feras mon bonheur. Je deviens fou quand tu whine. Bum bum bum.
امسال شما رو دیدم رقص شما رو دیدم الهام آمد ما مردم تاجیک همی یک اوفر میگیریم چقلا چقال چقلا که ما بدود رقص میکنیم من تو دیده املا امبلا امرکا امپاک شما تاجیکی رقص کده میتونه من تاجیکی رقص کده میتونم در اینترنت تماشا کردگی هستم فرهنگ تاجیکی صنعت اوفر چبزر جوکس من نوینن میدانم این از بخدا نه با چی تاجیکستان بسیار هم به من پسند آمد دوستی بهترینم کرامتولا فیسبوک نویست دعوت کرد بچه خانه ظریفان تاجیکستان دوشنبه بسیار هم زیبا است بدونه چی گپ داره گپ زنه thank you تمام بدونه چی حاضر یک شما ما یک دایره باز میکنیم شما رقص کنه که تاجیکی چه رقص میکرده باشه اساسا شما رو یاد میتیم ما کنیم دایره رو گیره سلامت باشه عبدالله جان گذارشینه خوش آمده مهمان دیده رقصی تاجیکی را thank you دیده ها خوش آمده اکی کرامت دیره گجو خوش آمده مرامت گذشته شینید مرامت چه خونه ما با بعضن شوخی ها بعضن سرود ها بعضن هزل هایی دارد که میتونید از آن لذت ببرید مرامت خوش آمده به خاطر مهمان یک خرسک سال 2018 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است. از این لحاظ مردم ما برای قبول مهمانان از خارج کشور برای قبول سیاحان آماده هستند. تاجیکستان کشوری است که میتوان از هر گوشه آن دیدن کرد. موضوعات تاریخی و طبیعی و خیلی زیبا است و فرهنگ بوی و غنی داریم. خب میخوام در ادامه صحبت ظریف محترم از شما یک سوالی کرده باشم. خب به اندیشه شما سن و سال زمین به چند رسیده باشد؟ سن و سال زمین روسیگاب نمیدونم. سن و سال زمین طبق تحقیقات عالمان سن و سال زمین را حساب کرده برآمدند که آن همراهی متریت ها در یک وقت هنگام به وجود آمدن سیستم آفتاب شکل گرفته است. طبق این نشانداد سن و سال زمین به 454 میلیارد سال رسیده است. این معلومات از تورنامه اینترنتی جمع آمده شده است و میخوام یک چیز دیگر رو برای شما گفته باشم. سالهای قبلی در یک منطقه دیگر گرمترین مکان زمین از همه زیادتر گرمی از همه زیادتر حرارت درجه بلندی رو در لیویا سال 1922 معین کردند که اون 58 درجه رو تشکیل میکرده است. 58 درجه. خب میخواید که این لحظه گرمی چایخانه رو بار دیگر احساس کنیم. بهترین بشه نقض بشه برای که همه در چایخانه حضور دارن. در چایخانه حضور دارن. در برابر چایهای گرم لیمونی شما یک سرود خوش در اجرای مهمانان ما بهترین میشه. دویت است. دویت باشه. مرحبا. دخترم دختر بالشتی پرم دختر شب
باشه سلامت باشه. فرصتی آن رسید است گمان میکنم از چهره های مهمانای ما هم معلوم میگردد که لطیفه گویی شود. بهترین میشه، بهترین خب میشه. چخیل چوخونه ظریفان رو به لطیفه. گفتگوی لطیفه تصور کردن ممکن نیست. موافق بله. هستید؟ خب مرحمت کی خواهش لطیفه گفتن دارد؟ مرحمت. یک روز یک مردی مست آها. شب نصف شب سرود خونده من مستم و دیوانم مرا کی میبره خونه گفته خونش به در آمده یگون جای نگاه نکرده راست آشخانه رفته است دیده است که دیگی مانتو پاکیزه خورده خوب کرده است سرخیست است که مادرش زنش دشنام داده ایستادن جنگ کرده ایستادن بعد گفته است او مادر جان وای دیگی مانتو ها رو من خوردم وای نخورده است مادرش نگاه کرده گفته است که او پسرم خوردی آ شود او نماندی که پزیم بخوری یک جوانی موسیقچی خانه‌دار می شود و بعد 2 روز بیگانی توی می رود از توی نیم شب گشته اومده با کلینچک 100 سومون میتید با میگوید که زنک من صنعتکار اما انسامبل به 2 طور می نوازم هر روز توی که رفتیم من به این 2 طورم 2 تا سیم دارد هر کدام سیمش به 50 سومونی 100 سومون پول میدین من گیرو یگان چوبه استفاده میبری که کلینجک حیران شده میگوید که همین بر وقت گم میزدید نمیشد و بر وقت گم میزدم چی میشد و من چنگ چی به شوهر به میرسیدم یک مرد قصاب زن گرفته است موافقی رسم عادتی بابایی همون کلینا گردی علو با یک 3-4 دور زده نه به خانه در آورده ایستاده بوده است که کلینچک شوخ بوده است شوخ بعد گفته است که قصابکا لاب بای همین من 1-2-3 بار بردارد کنی بعضی من چقدر است خیلی بعد قصابم 1-3-4 متر خودش بالا پرت شب قپیده سو تخمینا همین 40-45 کیلوگرم گفته است کمتر زیاد کنید این پستی بد شد نه گفته است همین تخمینا 40-45 او برای چی؟ ما هم کلاپاچش حساب نمیکنیم روز افندی با مگزین در آمد و هوش از سرش پرید در اونجا یک دخترکی صاحب جمال مرچ میان صدف دندان قامتش بدنش مرمر آب نوشد از تماقش مکرون خورد از بیقینش نموده میستودگی با آدمون اطلس و کریم پلین سودا میکرد افندی به طرف دخترک نگاه کرده چشمکی زدن گرفت دخترک در اول اعتبار نداد بعد نگاه کند افندی با وی چشمکی میزند دویده اومده از گریبان افندی قپیده ها مردک برای چی با من چشمکی میزنید گفت افندی دید که مردمی بسیار جمع اومده است در بین مردم شرمنده نشوم گفته چنین جواب داد من به شما چشمکی زدگی نه دخترکی نقص چشمی من از ازل عجین زدگی در یک قشلاق زمین جمعی بسیار میشود بعد رئیس محله همه را جمع میکنه میگه که بیاید برادرها خون کردن در کار هر کدام میماند بز دارد گوسفند دارد گاو دارد خون کردن در کار خیلی شاید سبب میشه دیگه زمین نمیجیم بده بعد میگن مالش خیلی خون میکنه یک گوسفند و ایش یک بز و ایش همیشه خون کردن میگه یک مردک خون نمیکنه و میگه که برادر آخی برای چی همه خون کرده زیت تو خون نمیکنی میگه که برادر میبخشه خونه در یک بقه دارم و برای 3-4 بالا نیست تا 9-10 بالا شما نمیکشم یک روز یک موسفیدی تخمینا 70 ساله با ماشینی تمغه ژگولی براه رفته ایستاده بوده است که بعد گاهی من کرده است گفته است بابا جان حجت ها بعد گفته است او پسرم او من با صورتی 50-55 آمده ایستادم چرا مرا داشته بابا جان شما ریمنت رو نبسته خندیده است و او من تخمینا 20 سال می شود که نماز خوانده ایستادم و به این ازا ریمن چی در کار؟ همیشه شنیدن لطیفه برای روح روان ما تاثیر مثبت دارد اگر به لطیفه های نمکینی ما یک سرود شوخ اضافه شود زید نیستید؟ بسیار ناز میشد سرود از مهمانان چایخانه رقص از جانب شما ظریفان بسیار ناز میشد مرحبا استقبال میگیریم
پاشا دوستم کردی مایده مایده با پاشا دوستم کردی مایده مایده با چشماتم کردی مایده مایده با چشماتم کردی مایده مایده با دستان دجاب دستان کردی با دستان دجاب دستان کردی به مرا دیوان کردی مایده مایده به مرا دیوان کردی مایده مایده خنده کردی مایده مایده دلم رو بنده کردی مایده مایده بسویم خنده کردی مایده مایده دلم رو بنده کردی مایده مایده درید پرده ای ابری دلم رو چون محتابان کردی مایده مایده درید پرده ای ابری دلم رو چون محتابان کردی مایده مایده بله بله پاشا دوستم کردی مایده مایده پاشا دوستم کردی مایده مایده با چشماتم کردی مایده مایده با چشماتم کردی مایده مایده با دستان دجاب دستان کردی با دستان دجاب دستان کردی مرا دیوانه کردی مایده مایده مرا دیوانه کردی مایده مایده صدای آزادی محبت دلم را برات دادم مایده مایده پاشا دوستم کردی مایده مایده پاشا دوستم کردی مایده مایده با چشماتم کردی مایده مایده با چشماتم کردی مایده مایده با دستان دجاب دستان کردی با دستان دجاب دستان کردی مرا دیوانه کردی مایده مایده 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 سرود و رقص چگونه بود؟ بسیار ناسید همیق رقص کردم که روسیگات راحت کردی در توی من رقص هر وقتی که مطربان می نوازند انسان روح و روانش راحت میکند. باور کنه با شما یک سوال دارم. چی سوال؟ شما از عهده اسباب‌های موسیقی را نواختن میبرید یا نه؟ چرا نه؟ یعنی شما میتوانید؟ با 40 مرد یک هنر کم است گفتم. بله؟ بله. همین گونه است. با 40 مرد یک هنر کم است. خب برای شما با 40 مرد یک هنر کم باشد، برای هنرمندان ما با یک مرد 40 هنر کم است. با 40 مرد یک هنر کم است. خب برای چی گویش ما؟ برای چی؟ ما یک هنر داریم. من دیگه که ما یک دوریش مقام. من اینا که مهراب جان خوش برادرم میدونی چی؟ یک نوازیم یک جای چیکار میشه؟ بیاد این گونه پیشنهاد میکنیم. خب شما می نوازید؟ ما استقبال میگیریم. یعنی چخیل ما می نوازیم و شما استقبال میگیرید؟ ما از نواختن شما راحت کرده کف میکوبیم. مرحمت. منم همینجا شینم. مرحمت. نه که می نوازیم و رقص میکنم مردم رقص میکنن. برای که با زحمت کشیده مهنت کرده عذاب کشیده. از خواهش میکنم که برعکس برآید. عبدالله جان دادره که ما همین بوم اولش میبرنده. رفتیم. اوفر میگیریم. اوفر چکله اوفر؟ فر اوف. پاپا رفتیم. تمپو. فهمو. برز. بله. اوفر رفتیم.
بسیار نه یاد گرفتم واقعا دوره مهمانان گرامی قدر، زیر همین نوای دف و زیر نوای نی که بسیار به نگاه من زیبا بود راحت کردیم و گمان میکنم که همین قرصک ها به خاطر هنر شما است. مرحمت. و دوستان عزیز یادآور میشیم امروز در چایخانه ظریفان حضور دارند هنرمندان شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده. بار دیگر خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. بهترین خوش آمدید. همزمان یک تعداد جوانان از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی. خوش آمدید. خوش آمدید دانشجو. خوش آمدید. ما هیئت گروه ایجادی شو برنامه تلویزیونی چایخانه ظریفان قدم‌های شما را نور دیده تاج‌سر می‌خوانیم و تمنای آن را داریم که همیشه در لب‌هایتان خنده هویدا باشد. تا دیدارهای نوبتی شاد و پیروز باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید.